بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، در یکی دیگر از قسمت‌های رد بر مخالفین در خدمت شما بینندگان هستم و امید است که در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. بینندگان عزیز، باز هم در یکی دیگر از قسمت‌های رد بر فردی به نام شفیع عیار که حقیقتاً هدف ما از رد این نفر رد بر فکر این نفر هست و رد بر افراد دیگری است که آنها حقیقتاً با این نفر هم فکر و هم نظر هستند و الا این شخص فکر نمی کنم که از نظر علمی ارزش رد را داشته باشد. به هر صورت اجازه بدین قبل از این که من در مورد این نفر بیشتر توضیح بدم کلیپ را با هم دیگر ببینیم و بعداً ان شاء الله در مورد آنچه که این میگوید قضاوت خواهیم کرد. اما یک گپی که اینا میزدن که ما یک کلیسا را گرفتیم، حالا دیگه برای مسلمان ها واز شد، یعنی که او یک جای خراب بود حالا به یک جای خوب تبدیل شد. اینی کار نفرت های مذهبی را دامن زدن است. اولادای ما را قسم میفهمانیم که گویا دین از وا خراب بود، شکر که را نجات دادیم. اگر این یک صحنه می بود یا استریپ کلاب می بود، اینا می خریدن مسجد جور میکردن، میتونستیم این گپ بزنیم. اما یک عبادتگاه بود، یک عبادتگاه است. خداوند بزرگ در اوجا نیایش میشد و در اینجا هم خداوند بزرگ نیایش میشه. یعنی یک کار خوب شده، یک کار خوب بوده. مثلا این نقطه را از این خاطر گفتم که اگر ما با این رقم باز استدلال کنیم که ولا کلیسا بسته شد مسجد باز شد، باز در دل اولادای خود یک چی میتیم، یک نفرت یا در کلیشان یک اختشاش فکری مندازیم که ولا ما بهتر هستیم. این ما بهتر بودن در جایی که نیستیم به اساس آیات قرآن، اولادای ما را میتونه در یک کجراها بکشه و برای مردمای دیگه تحریک کنه، مردمایی که دیگه از خیرات سرشان ما و شما یک زندگی خوب و آرام داریم و از امو وطن که خداد میزنیم گریختیم و پس هم نه. بله بینندگان عزیز و گرامی، این فرد را شنیدین با هم دیگر که چی گفت و از کجا شروع کرد و با کجا تمام کرد. من میخوام بر این حرفهای این نفر تعلیقات کوتاه داشته باشم. اولا این نفر میگه که نگران از اینه که چرا کلیساها مبدل به مسجد میشه، چون این نفر حقیقتا طبقی که ما از کلیپ های گذشته هم شما به این مورد آشنا شده باشین که این نفر به پیامبر و به اسلام عقیده درست و حسابی ندارد و حتی به رسول الله علیه السلام توهین میکند. این نفر نگران از اینه که چرا کلیساها تبدیل به مساجد میشه و چرا مسلمان ها خوشحالی میکنن نسبت به این. و این نفر نگران از اینه که در واقع فواید و منافع بادارهای او زیر سوال میخواه بره، چرا این کار بشه، و فکر میکنه که این کار باعث نفرت اطفال نسبت به ادیان دیگر میشه، نسبت به افکار دیگر میشه. اولا من میخوام که یک مقدمه‌ای در این مورد صحبت بکنم، بعد بریم سر اصل موضوع. بینندگان عزیز و گرامی، این نفر و افرادی که هم فکر این هستند حقیقتاً فکری دارند که از نظر فکری به این میگویند پلورالیزم یا تساوی بین ادیان، فکری غلط و فکری اشتباهیه که در واقع از جانب دشمنان اسلام بر مسلمان ها القا شده، که یعنی این که یهودیت، نصرانیت، اسلام، قرآن، تورات، انجیل همه یک چیز هستند. بله ما میگوییم که یک چیز هستند به این معنا که ما به اونها معتقد هستیم، ولی این که اونها را حق بدانیم نه خیر. این اسلامی که تو معرفی میکنی و میگویی که قرآن گفته که ما بهتر نیستیم یا مسجد با کلیسا یکی هست، اشتباه از تو هست. ما ادعای ما در این است و ادعای خود را از قرآنی که کلام پروردگار هست و اساسنامه قانون زندگی ما مسلمان ها ثابت میکنیم که ما بهتریم و مسجد بهتر از کلیسا هست. اما تویی که حالا از قرآن نمیدانی و از قرآن آشنا نیستی و یا افراد مثل تو
به هر حال نمیدانیم که در مورد آنها چی قضاوت بکنیم. بهتر این است که بینندگان عزیز خودشان قضاوت بکنند که تو چی فردی هستی، چی عجوبه‌ای هستی که متاسفانه به جان مسلمان ها افتادی. اول اجازه بدین که این نفر میگه در مسجد هم خدا نیایش میشه و در کلیسا هم خدا نیایش میشده. چی فرقی داره؟ اونجا خوب بوده، خوب هست و تفاوتی میان اینها نیست. اولا مسجد جایگاه و برتریش بالاتر از کلیسا هست. میدانی چرا؟ اگر نمیدانی بیا که با هم دیگر این موضوع را بررسی بکنیم. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه جن، یادداشت کنین را، سوره مبارکه جن آیت 18 آیت 18 الله متعال میفرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. میفرماید مساجد خاص برای الله هست، خاص برای عبادت پروردگار هست. فلا تدعوا مع الله احدا، همراه پروردگار کسی دیگر را نخوانید، همراه کسی دیگر را به کمک و یاری و عبادت به کمک و یاری نطلبید و عبادت نکنید. اینجا متوجه باش، موضوع علمی در اینجا نهفته هست، خیلی واضح آشکاره. در اینجا مسجد به الله سبحانه و تعالی نسبت داده شده، یا از نظر علمی میگن اضافه مسجد به سوی الله متعال سبحانه و تعالی اضافه شده یا نسبت داده شده. به این معنا که این اضافت یا این نسبت تشریفی هست، نسبت تشریفی هست. این نکات را خوب بفهم، یک درس علمی برای تو هست در این آیه مبارکه. این اضافت تشریفی هست، یعنی الله سبحانه و تعالی مسجد را تکریم کرده، الله متعال سبحانه و تعالی مسجد را بزرگ داشته که آن را به خودش نسبت داده. در یک جای از قرآن که تو ادعا میکنی که قرآنی هستی، در یک جای از قرآن بیار که گفته باشد کلیسا و کنیسه از الله هست. این گونه که گفته ان المساجد لله، گفته باشد کلیسا برای الله هست، گفته باشد کنیسه برای الله هست. فقط یک آیه که نمیتوانی نصف آیه بیاور، یک کلمه بیاور، دو کلمه که متشکل از این باشد که کلیسا برای الله هست بیاور. در کلیسا عیسی عبادت می شود، غیر الله نیست. چطور مسلمانی هستی تو؟ مریم علیه السلام عبادت می شود و صلیب عبادت می شود، پرستش می شود. باز هم ادعا میکنی که مسجد و کلیسا با هم یکی هستند؟ اعوذ بالله. این چه فکری هست؟ چه اندیشه‌ای هست؟ کدام اسلام این را گفته؟ کدام اسلام؟ ما مسلمان قرآنی هستیم، مثل تو مسلمان آمریکایی نیستیم. البته منظورم از مسلمان آمریکایی کسانی هستند که فکره مسیحیت را میخواهند داخل اسلام جای بدهند، نه کسانی که در آمریکا زندگی میکنند. بحث من اون نیست. مسلمان آمریکایی کسی است که میخواد فکره مسیحیت را در داخل اسلام داخل بکنه و این فکره خلاف اسلامه. الله سبحانه و تعالی مسلمان ها را تشویق به بنای مسجد کرده، بلکه بنا و تعمیر مسجد را جزئی از نشانه های ایمان دانسته. الله متعال در سوره مبارکه توبه، یادداشت بکنین را، سوره مبارکه توبه آیت 18. سوره جن هم سوره آیت 18 بود، سوره توبه هم آیت 18 هست. الله متعال میگه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. نکته استدلال این است که در اینجا هم الله متعال میگه مساجد پروردگار، مساجد الله. اینجا را هم خوب توجه کن که در هیچ جا نگفته کلیسای الله، در هیچ جا نگفته کنیسه الله، ولی میگه الله میگه مساجد الله. و بعد از آن هم این را نشانه ایمان میداند که شما بنای مسجد بکنید. در جای بیا نشان بدی که گفته باشد شما بنای کلیسا بکنید، تعمیر کلیسا بکنید. و تعمیر کلیسا و بنای کلیسا جزء و نشانه از نشانه های ایمان باشه. در یک جا بیاور. شما که ادعا میکنید اهل قرآن هستید، شما که ادعا میکنید از قرآن پاک استدلال میکنید، همه راه های قرآن را میدانید، خیلی خوب، پس بیاور یک آیه در این مورد.
ما با تو از در جنگ داخل نمیشویم، جنگی با تو نداریم، فکر تو با فکر تو مشکل داریم. و والله قسم آیه آوردی در این مورد، من که منم دوباره میایم پشت این دوربین استاد میشم و می نشینم و میگویم که من اشتباه کردم و شفیع عیار درست میگوید. مردانگی کن. اگر حقیقت میگویی، اگر راست میگویی، راهت حقیقته، پس بیا ما را هم دعوت کن به سوی این راه حقیقت و افراد دیگر مثل تو که هم فکر تو هستند. بعد از آن این نفر میگوید که ما از این طریق میخواهیم که نشان بدیم که بله ما بهتر هستیم. بله ما بهتر هستیم، دین ما دین بهتر است. الله گفته دین شما دین بهتر است. اگر تو قرآن را نخواندی و قرآن را نمیدانی مشکل خودت هست. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران، که این نفر همیشه سوره آل عمران میگه سوره عمران، سوره عمران سوره آل عمران هست، درست اول نامش را یاد بگیر بیچاره. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه آل عمران آیت 19 میگه ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد خدا فقط دین اسلام هست. دینی که دارای ارزش هست دین اسلام هست. در کجا گفته دین یهودیت دین با ارزش در نزد الله هست؟ در کجا گفته دین مسیحیت دین با ارزش در نزد الله هست؟ بیار یک آیه‌ای. واقعا راست میگی، از قرآن پاک استدلال میکنی، تمام حرف تو حرف قرآنی هست، یک آیه بیاور. در جای دیگر الله متعال سبحانه و تعالی با صراحت دیگر میگه، در باز هم سوره مبارکه آل عمران، سوره عمران نیست، این را یادداشت بکن پیش خود، سوره آل عمران آیت 85 آیت 85 الله متعال میفرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اگر کسی غیر از اسلام دین دیگری را طلب بکنه و بخواهه، فلن یقبل منه، از او پذیرفته نمیشه، از او پذیرفته نمیشه، قبول نمیشه. او دینی نیست که به درد او بخوره. نه تنهایی که از او قبول نمیشه، و هو فی الاخرة من الخاسرین، او در آخرت از جمله زیانکارانه. تویی که میگویی که دین اسلام و دین مسیحیت یک اسم، ما با هم هیچ مشکل عقیدتی به تعبیر تو حالا از فهوای کلام تو برمیایه و به طور صریح در کلیپ‌های دیگه هم میگی که ما مشکلی با یهودیت و نصرانیت نداریم و قرآن پاک چیزی در مورد اینها نگفته، بیا این رو جواب بدی. الله متعال میگه که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. هر کس جز از اسلام دین دیگری را قبول بکنه، جز از اسلام دین دیگری را طلب بکنه، از او قبول نمیشه و او در آخرت از جمله زیانکاران است. و در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله میفرماید دینی که من بر شما راضی شدم به عنوان دین اسلام هست. آیت سوم سوره مبارکه مائده. و آیات در قرآن کریم از این قبیل فراوان هست. ما بهتریم، کنتم خیر امت اخرجت للناس. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران باز هم میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که از میان مردمان برآمدید. این صراحت نداره پس چی داره؟ و در جای دیگه در اخیر میگه که ما از خیرات سر اینها داریم زندگی خوبی میکنیم. این هم نشانگر اینه که این درست به الله متعال ایمان نداره، درست به الله متعال توکل نداره. و الا اگر توکل به الله سبحانه و تعالی می داشت این حرف را نمی زد، بلکه حقیقتا این نفر این حرف را می زنه تا اینکه ذهنیت دیگران را نسبت به دشمنان اسلام و نسبت به دشمنان قرآن خوب بکنه و میخواه که از این طریق در واقع مسلمان ها را ضرب فنی بکنه، مسلمان ها را ساکت کنه که شما هیچی نگین در مقابل اینها. و حرف دیگری که میزنه میگه فکر اینها را منحرف میکنن، فکر اطفال از این طریق منحرف میشه. این یک اشتباهی که از اسلام، برداشت اشتباهی که از اسلام داره، فکر میکنه که هر کس کافر شد باید کشته بشه، هر کس کافر شد باید به مال و جان و خون او، به همه چیز او تجاوز بشه. نه خیر، نمیفهمی تو اسلام را درست. و الا اینکه اگر کافری به دین مسلمان ها کار نداشته باشه، تجاوزی به کشور مسلمان ها نکنه، مسلمان ها به او کاری ندارن. حتی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم تجاوز به مال یهودی و نصرانی که در زیر پرچم دولت اسلامی زندگی میکنه، تجاوز به مال و جان و ناموس او را در واقع خیانت به الله و پیامبر میدانند. اسلامی که تو میدانی برخلاف او اسلامی است که ما از اون آگاه هستیم و میدانیم و الحمدلله به آن افتخار هم میکنیم. و توصیه ما برای تو این است که درست قرآن کریم را یک بار از اول تا آخر بخوان.
الله سبحانه و تعالی برای همه من و شما توفیق عمل عنایت بکنه و ما را به راه صراط المستقیم هدایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.